حمله مرگبار رجا رایج بالای غزال عنایت در ترکیه. غزال عنایت یک پایش شکست. اکنون وضعیت صحی غزال عنایت چگونه می باشد؟ وی در کدام شفاخانه بستری است؟ و گفته های تازه رجا رایج همسر سابق غزال عنایت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت یکی از هنرمندان خوب کشور، یکی از چهره‌های مشهور، محبوب و سرشناس در هنر موسیقی افغانستان است. علاقه‌مندان و طرفداران هنری خودش را دارد. غزال عنایت برنامه‌های مختلف هنری در افغانستان و خارج از افغانستان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کند. غزال قبل از آن که با رجا رایج ازدواج کند به هنر موسیقی به طور پنهانی روی آورد، اما بعد از آن که شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرد از شوهرش جدا شد. وی در کشور کانادا زندگی می کند ولی در ترکیه و تاجیکستان سفرهای مختلف هنری دارد. غزال عنایت در صفحه اینستاگرامش خبر شکستن پایش را برای دوستداران و طرفدارانش ابراز کرد و خیلی ناراحت از این موضوع است. تاکنون معلوم نیست آیا این حادثه بالای غزال عنایت از طرف شوهرش رجا رایج سازماندهی شده است یا خیر، ولی رجا رایج هنرمند خوب کشور در کشور استرالیا زندگی می کند و در استرالیا و کارهای هنریش مانند قبل ادامه داده است. غزال عنایت برای یک مدت طولانی کاملا از راه هنر موسیقیش به دور شد. ما آرزوی شفایاب شدن برای این هنرمند کشور خود از بارگاه ذات العزال تمنا داریم و اکنون در کانادا است و در شفاخانه‌ای در کانادا بستری می باشد. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان رجا رایج و غزال عنایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.